ولی خروجی میگیره اون ایکسی که ما وارد مجموعه کردیم که به عنوان ورودی ما بود چیه؟ دامنه تابع منه. ورودی تابع. پس می‌نویسم ورودی تابع دامنه تابعه که به مجموعه مقادیری هست، مجموعه مقادیری که چیکار میکنه؟ که تابع به ازای اونا آن قابل محاسبه است. خب پس دامنه تابع یا ورودی تابع مجموعه مقادیری که تابع به ازای اون قابل محاسبه است. ورودی من ایکس وارد تابع میشه، این خروجی رو پس چیکار میکنه؟ قابل مقایسه است. مجموعه مقادیری که تابع به ازای اون قابل مقایسه است. تابع با استفاده از این ورودی محاسبه میشه. حالا بریم سراغ برد تابع. بچه‌ها برد تابع ما گفتیم که اینجا تابع ما بود و اینجا یه مجموعه بود به نام که گفتیم وای رو به ما میده خروجی. پس برد تابع همون چیه؟ همون وای خروجی تابع. اینجا ایکس چی بود؟ ورودی تابع. درسته؟ پس میگیم که برد تابع چیه بچه‌ها؟ برد تابع خروجی تابع که یه مجموعه مقادیری که به ازای خروجی تابع مجموعه مقادیری که به ازای دامنه تابع قابل محاسبه است. درسته؟ خب حالا بریم سراغ نمودار تابع. نمودار تابع چی هستش؟ بچه‌ها نمودار تابع مجموعه نقاطی هستش که در واقع توی دستگاه مختصات قرار میدیم و اون نقاط رو به هم وصل می‌کنیم و یه نمودار رو به ما شکل میده. درسته؟ پس ببین تعریفش رو می‌نویسیم مجموعه نقاطی از دستگاه مختصات که به این صورت نوشته میشه. این ورودی و خروجی ما به صورت زوج مرتب می‌نویسیم که با استفاده از این تابع به این ضابطه به دست می‌آوریم. به این صورت. خب پس این در واقع ما نقاط رو توی دستگاه مختصات قرار میدیم، درسته؟ و اونا رو به هم دیگه وصل می‌کنیم و نقاط رو به هم وصل می‌کنیم. پس در نتیجه که ما میده یه نمودار به ما میده. درسته؟ پس تا الان متوجه شدید که نمودار تابع با استفاده از این رابطه که x و y که همین ورودی و خروجی ما هستش رو